این هفته قراره چند تا از مهمترین داده‌های اقتصادی سال 2024 منتشر بشن که خیلی میتونن روی روند بازارها توی ادامه سال تاثیر بذارن. پس اگر که روند اونا رو درست تشخیص بدیم خیلی میتونه توی سرمایه‌گذاری ترید هامون بهمون کمک بکنه. سلام، خیلی خوش اومدید به یوتیوب ارزنو. امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این ویدیو همونطور که اولش گفتم قراره با همدیگه در مورد دو تا داده CPI و PPI که این هفته قرار منتشر بشه با همدیگه صحبت بکنیم. حالا چرا این هفته داده های CPI و PPI برای ما خیلی اهمیت دارن؟ دلیلش اینه که روند تورم یه مقدار افزایشی بود طی حالا ماه‌های اخیر و اون انتظاری که ما از کاهش نرخ بهره در سال 2024 داشتیم رو کلاً به هم زده بودن. نرخ بهره آمریکا قرار بود از اوایل سال 2024 شروع به کاهش بکنه و پیش بینی میشد که حداقل 3 پله کاهش نرخ بهره رو در آمریکا ببینیم. شاید اوایلش یعنی اواخر سال 2023 و اوایل سال 2024 معامله‌گرا پیش بینی می‌کردن شاید 4 پله یا حتی 5 پله کاهش نرخ بهره رو داشته باشیم که خیلی میتونست به نفع بازارهای ریسکی مثل کریپتو باشه. اما از وقتی که وارد سال 2024 شدیم روند تورم عوض شده. تورم داشت نزدیک میشد به اون سطح 2.5 تا 2% که حالا فدرال رزرو خیلی دوست داره تورم توی اون سطح بمونه، اما یه دفعه روندش عوض شد، روندش صعودی شد و حتی رفت بالای 3% و این موضوع باعث شد که هی کاهش نرخ بهره عقب بیفته و ما الان داریم میبینیم که یه سری داده به ما نشون میدن حتی ممکنه 2 پله کاهش نرخ بهره رو توی سال 2024 داشته باشیم. چهارشنبه این هفته ساعت 4 بعد ظهر قراره که داده CPI برای حالا بازه ماهانه و بازه سالانه منتشر بشه. روز قبلش یعنی سه‌شنبه هم قراره که داده PPI منتشر بشه. یه نکته مهم وجود داره. داده PPI معمولا برای ما یه شاخص پیش نشانگره برای CPI. ولی حالا اینکه یه روز قبل میاد نمیتونه ما سیگنال بده که داده فردا چه شکلیه. نه. این که میگیم پیش نشانگره برای بازه‌های بلند مدت‌تر مثلا 2-3 ماه هست. ولی PPI هم خیلی برامون مهمه به این دلیل که تورم تولید کننده رو به ما نشون میده. توی تورم اول تولید کننده اون رو احساس میکنه، یعنی قیمت مواد اولیه‌اش میره بالا و قیمت نهایی کالایی که تولید کرده رو میبره بالا. این بعدتر و طی ماه‌های آینده میرسه به مصرف کننده و ما بعداً تاثیرش رو توی CPI یا تورم مصرف کننده میبینیم. پس داده PPI هم برای ما خیلی مهمه چون میتونه نشون بده طی ماه‌های آینده هم روند تورم قرار صعودی باشه یا نزولی. خب بریم روی فارکس فکتوری یکم داده ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم که روند تورم طی ماه‌های اخیر چه شکلی بوده. خب توی داده های چهارشنبه میبینیم که CPI و CPI ماهانه و سالانه رو داریم و اینجا هم ریتیل سیلز ماهانه قرار منتشر بشه که حالا فعلا این دو تا داده برای ما اهمیتشون خیلی بیشتره. من CPI ماهانه رو باز میکنم، میبینیم که توی 5 تا داده اخیری که منتشر شده 4 تاش برخلاف پیش بینی ها بوده. این نشون میده که مقدار پیش بینی کردن روند تورم توی آمریکا سخت‌تر از گذشته شده و خیلی حالا بر اساس پیش بینی ها حرکت نکرده. میبینیم که روند تورم کاهشی بود و حالا نرخ تورم سالانه به 3.1% هم رسیده بود. اما می‌بینیم بعدش یک روند صعودی شکل گرفت و روند حالا تورم این روند صعودی باعث شد که نرخ تورم به 3.5% برسه و ما الان نرخ تورم رو 3.5 داریم. پیش بینی میشه که تورم کاهشی بشه و برسه به 3.4%. اگر که نرخ تورم 3.4% یا 3.5 بیاد احتمالاً تغییری توی روند بازارها نمی‌بینیم. ولی اگر نرخ تورم کمتر از پیش بینی ها بیاد که حالا احتمالش هم وجود داره، میتونیم شاهد این باشیم که بازارهای پر ریسک مثل کریپتو و حالا بازار سهام آمریکا یه روند صعودی رو آغاز بکنن و یه شوک صعودی بهشون وارد بشه. طلا هم میتونه روند صعودی به خودش بگیره اگر نرخ تورم پایینتر از 3.4% منتشر بشه. اما اگر که نرخ تورم بالای 3.5 و حالا 3.6 و بالاتر بیاد، یک روند نزولی رو برای همه بازارها میبینیم. دلیل این موضوع هم همون بحث کاهش نرخ بهره آمریکاست که اگر بالای 3.5 بیاد احتمالاً ما دوباره کاهش نرخ بهره‌مون عقب‌تر میفته و ممکنه که کلا 2 تا پله کاهش نرخ بهره رو داشته باشیم در سال 2024. اگر هم کاهش پیدا بکنه شاید بتونیم اون 3 تا پله‌ای که پیش بینی میشد رو توی همین امسال داشته باشیم. روند ماهانه هم میشه گفتش که حالا پیش بینی شده ثابت بمونه. باز هم اگر روند ماهانه کاهش پیدا بکنه میتونه برای بازارها خوب باشه، اما برای ما روند سالانه خیلی مهمتر هستش. روز سه‌شنبه رو هم بررسی میکنیم و داده PPI ماهانه رو میبینیم که داده PPI هم معمولا طبق
پیش بینی ها نیومده و میبینیم که طی 3-4 ماه اخیر هر چقدر که سعی شده پیش بینی درستی از داده ها وجود داشته باشه، اما هیچ کدوم موفق نبودن و خیلی داده ها پراکنده منتشر شدن. با توجه به چیزی که اینجا داریم میبینیم، نرخ تورم تولید کننده احتمالاً افزایش پیدا میکنه در بازه ماهانه که خیلی هم بعید نیست. اگر این افزایش رو داشته باشیم، شاید طی ماه‌های آینده هم یه مقدار روند تورم یا خنثی بشه و یا دوباره افزایشی بشه. کلا خیلی نمیشه روی این موضوع حساب باز کرد که تورم آمریکا خیلی زود قرار برگرده به اون محدوده 2 تا 2.5% که فدرال رزرو انتظار داره. یه چارت مهم هم اینجا داریم که می‌خوایم با هم دیگه بررسیش بکنیم. این چارت رو اگر حالا بخواید توی تریدینگ ویو خودتون داشته باشین، باید عدد 100-ZQZ 2024 رو سرچ بکنید. این چارت نشون دهنده انتظارات برای نرخ بهره در پایان سال 2024 هستش. ببینید که اوایل حالا سال پیش بینی میشد که خیلی نرخ بهره کاهش زیادی رو تجربه بکنه و پیش بینی ها روی عدد 3.75 بود. اما بعد از اون میبینیم که یک روند صعودی به خودش گرفت. دلیلش هم همون افزایش تورم بود و الان رسیده به نزدیکی‌های عدد 5. این نشون میده که حتی انتظارات بازار هم روی این داره شرط بندی میکنه که شاید ما کلا 2 تا پله کاهش نرخ بهره رو در سال 2024 داشته باشیم، یعنی از 5.5 برسیم به 5، که نشون دهنده اینه شاید خیلی نمیشه روی کاهش نرخ تورم به این زودی‌ها حساب باز کرد. به همین خاطر هم هستش که میگیم این هفته خیلی مهمه که ببینیم نرخ تورم چه شکلی میاد. پس حتما این هفته حواستون به نرخ تورم باشه. خب با هم دیگه دیدیم که چرا نرخ تورم این هفته میتونه خیلی مهم باشه و حتما باید سر حالا اون تایمی که داره حواستون به بازارهای مختلف باشه. ترجیحاً پوزیشن باز هم نداشته باشید، بهتره، به دلیل اینکه خیلی مطمئن نیستیم با توجه به اینکه تا 4 ماه اخیر پیش بینی‌ها هیچ وقت درست نبوده. خیلی مطمئن نیستیم که نرخ تورم پایین میاد یا بالا میره. در مورد حالا کاهش نرخ بهره هم با همدیگه صحبت کردیم. به نظر میرسه که یواش یواش بازار هم داره خودش رو آداپته میکنه با اینکه شاید 2 تا کلا کاهش نرخ بهره در سال 2024 داشته باشیم. همونطور که توی صحبتام گفتم، برای بازار کریپتو هم خیلی مهمه این نرخ تورم، چون میتونه روند حالا بازار رو مشخص بکنه. اگر تورم افزایشی شد، نشون دهنده اینه که فعلا نمیشه انتظار داشت که بیت کوین بره و سقف‌های جدید بزنه، اما اگر کاهشی بشه شاید یک جامپ بزرگی در بازار کریپتو هم ببینیم. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و بتونید ازش استفاده بکنید. اگر که دوست دارید از این دست ویدیوها تو یوتیوب ارزانو بیشتر ببینید، حتما برامون کامنت بذارید و بهمون انرژی بدید تا بتونیم بیشتر براتون از این دست محتواها قرار بدیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.